اگه تو هم یکی از طرفدارای آنا درموس هستی ولی نمی‌دونی که بهترین فیلماش کدومه، پس این برنامه رو از دست نده که قراره با هم نگاهی به 5 فیلم برترش داشته باشیم. سلام، به کانال ایزد فریم خوش اومدید. اگه علاقه‌مند به فیلم و سریال هستید و میخواید بهترین لیست‌های مختلف رو تماشا کنید، پس همین حالا دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از بقیه لیست‌ها اطلاع پیدا کنید. حالا هم با هم بریم تا ادامه ویدیو رو ببینیم. آنا درموس در 30 آوریل 1988 در باکو به دنیا آمد، اما در سن 19 سالگی به اسپانیا مهاجرت کرد و پس از نقش‌های متعددی که داشت در وار داگز معروفیت رسید. پارسال در اوج بازیگری خودش در فیلم بلوند که نقش میرلین مونرو رو بر عهده گرفته بود، تونست نامزد اسکار بشه. حالا می‌بینیم که نگاهی به 5 فیلم کارنامه بازیگری اون داشته باشیم. شماره 5 ناک ناک. Help me! This is what happens when you break the rules of the game, Evan. این فیلم داستانی مردی به نام ایوان با بازی کیانو ریوز رو روایت میکنه. در یک آخر هفته همسرش مسافرت رفته. حالا او در خانه‌اش تنهاست. هنگامی که او در خانه است، صدای ناک ناک در را میشنود. Who's there? وقتی در رو باز می‌کند متوجه می‌شود که دو دختر جوان از ایوان درخواست می‌کنند که به آنها که در بارون خیس شده‌اند پناه دهد. ایوان که از قصد و هدف این دو دختر بی‌خبر است، سعی می‌کند با آنها کمک کند. اما دو دختر در مورد قصد خود دروغ گفتند. خب اول از همه قراره با ناک ناک شروع کنیم. فیلمی که نه به لحاظ منتقدین فیلم خوبیه و نه مردم علاقه‌ای به فیلم داشتن. ولی حالا چرا رتبه 5 از آن خودش کرده؟ باید بگم که یکی از اون دخترایی که مرد خانه‌دار و متحدی پناه برده و قصد فریبش رو داره، آنا درموسه. فیلمی که اون رو تبدیل به یکی از کننده ترین بازیگری هالیوود کرده و تو این فیلم قراره اوج جذابیت و زیبایی اون رو تو سن جوانی ببینید. شماره 4 No Time to Die. داستان فیلم 5 سال بعد از وقایع فیلم اسپکتر است. جیمز باند خودش رو بازنشست کرده و در جزایر جامائیکا مشغول استراحت است. درست در زمانی که به نظر میرسه که باند بعد از مدت طولانی قادر به تجربه یک زندگی عادیه، دوست قدیمیش سراغش میاد و از او درخواست کمک میکنه و همین مسئله پای باند را به پرونده روبرو شدن یک دانشمند باز میکنه. به زودی مشخص میشه که تروریستی مرموز مسئول این کاره و دنیا در آستانه مواجه شدن با خطری است که بیش از این آن را تجربه نکرده. همانطور که شهرت آنا درموس به مرور به اوج خودش رسید، حضورش رو در چنگانه‌های مشهورتر آغاز کرد و به فیلم جیمز باند که یکی از نمادین‌ترین و مشهورترین مجموعه تاریخ سینماست راه یافت. زمانی برای مردن نیست 25مین فیلم جیمز باند و آخرین حضور دنیل کریگ در نقش جیمز باند هم میباشد. آنا درموس در نقش پالوما یک مأمور سازمان سیاه است. اون تو این فیلم یک مبارز باهوش و تواناست و زمانی که با باند همکاری میکنه موقعیت خودش رو به خوبی تونسته حفظ کنه. کاراکتر پالما مصداق خوبی است که چقدر شخصیت زنان از اولین فیلم جیمز باند تا به امروز تغییر کرده. شماره 3 دیپ واتر. یک زوج متأهل که رابطه عاطفی بین آنها مدت زیادی از بین رفته، اما برای جلوگیری از طلاق مرد به همسرش اجازه میده که با مردای دیگه رابطه داشته باشه. اما هنگامی که معشوقای همسر او یکی یکی ناپدید میشن، این مرد مظنون اصلی این اتفاق میشه. این فیلم هم مثل ناک ناک نتونست خیلی از منتقدها و تماشاگرها رو راضی کنه، ولی از لحاظ تیم بازیگری و تم اروتیکی که داشت تونست مخاطب زیادی هم جذب کنه. آنا درموس تو این فیلم به نظر من اوج بازیگری خودش رو تونسته به نمایش بذاره، با اون حالت اغواگرانه خودش و با اشوه‌ها و خنده‌های مخصوص خودش یک کاری کنه که مخاطب با تمام تنفری که توی فیلم نسبت بهش داره رو بازم عاشقش باشه، همونطور که شوهرش که بن افلک نقششو بازی میکنه به همون نسبت عاشقشه. شماره 2 بلید رانر. 30 سال بعد از اتفاقات نسخه قبل، افسر کی با بازی رایان گاسلیگ راز نهفته را کشف میکنه که پتانسیل به هرج و مرج کشیده شدن جامعه رو داره. او همچنین به دنبال افسر به نام ریک با بازی هریسون فورد میگرده که 30 سال پیش به طرز مرموزی ناپدید شده بود. بلید رانر ساخته دنی ویلنو از موفق‌ترین فیلم‌های سال 2017 از جنبه اقتصادی و فصل جوایز است که ادامه‌ای بر فیلم کلاسیک بلید رانر ساخته ریدلی اسکات است که باعث شد آنا درموس در یکی از بهترین فیلم‌های خودش بازی کنه و همزمان در کانون توجه جهانی قرار بگیره. آنا درموس در نقش جوی کنار رایان گاسلیگ در نقش کی حضور داره. جوی باور داره که کی ساخته نشده بلکه متولد شده. You're special.
بنابر این کی پیگیر موضوع میشه. آنا دل ماس با اینکه نقش یه هوش مصنوعی رو بازی میکنه ولی خودش اصلا مصنوعی نیست و یه جورایی جزو زنده ترین کاراکترهای فیلم تبدیل میشه و هیچ جوره نمیشه ازش چشم برداشت، به طوری که همه بعد از دیدنش آرزو میکنن یه هوش مصنوعی مثل اون رو داشتن. هریسون فورد، رابین رایت از دیگر بازیگران فیلم هستند. بلید رانر برنده جایزه اسکار بهترین فیلم برداری و جلوه‌های بصری شد. و شماره 1 چاقوکشی. این فیلم در مورد مرگ نویسنده رمان‌های جنایی یعنی هرلان ترومبی است که دقیقاً بعد از تولد 85 سالگی‌اش جسدش رو در خونه‌اش پیدا می‌کنن. بلان کاراگاه کنجکاو و جنتلمنی است که در مورد این پرونده اسرارآمیز تحقیق می‌کنه. فیلم چاقوکشی با نمرات بالای خودش یه جورایی تونسته نظرات تمام منتقدا و تماشاگرای فیلم رو راضی نگه داره و به بهترین فیلم آنا دارماس توی لیست ما قرار بگیره. فیلم کمدی جنایی چاقوکشی ساخته رایان جانسون که خیلی شبیه به آثار آگاتا کریستی است. به عبارت دیگه یک فیلم هوشمندانه و پر از شخصیت‌های پیچیده‌ای است و داستانش پر از پیچش‌های غیرمنتظره و همچنین طنز سیاهی را به نمایش گذاشته که حداقل چندین لول از فیلم‌های همسر خودش بالاتره. آنا دارماس در مرکز داستان در نقش مارتا ظاهر میشه، تنها کاراکتری که کمابیش صادقانه در خانه‌ای که پر از افراد دروغگوست وجود دارد که واقعا به نظر میرسه نیت خوبی داره و در ادامه مارتاست که به کاراگاه این فیلم با بازی دنیل گریگ کمک میکنه تا روی پرونده قتل کارفرماش تحقیقات انجام بده. به پایان یکی دیگه از قسمت‌های ایزد فریم رسیدیم. اگر فیلم دیگه از آنا دارماس به نظرتون باید تو این لیست می بود و من نذاشتمش، حتما توی کامنت اعلام کنید. و اگر این قسمت رو دوست داشتید لایک، سابسکرایب و شیر فراموشتون نشه. تا برنامه دیگه فعلا خدا نگهدار.